روزی از روزهایی که مسلمان‌ها در غفلت و تفریقه به سر می‌بردند، صلیبی‌ها توانستند قدس را استیلا کنند. قدسی که معراجگاه رسول الله، یکی از سومین حرمین بود، به زیارتگاه شرک و خرافات تبدیل دادند. خداوند برای این امت مجددی را آورد که امت بی‌سرابان را وحدت آورد و صف‌های پراکنده را به یک بنیاد مستحکم تبدیل داد. به دست او الله تعالی قدس را آزاد کرد و صلیب و گردن صلیبی تجاوزگر را شکست. این مجدد کیست و در چه حالت ظهور کرد؟ سوال دیگر و مهم، آیا مسلمان ها لقمه آسانی بودند که صلیبی ها توانند آن را به آسانی فرو برند؟ این را ما در این فیلم مستند خواهیم دید. اروپا با پرچم‌هایی که صلیب داشت رو به شرق آورد. تصور نکنیم که اروپا آن زمان نیز به همین شکل بود. نظر به حالت اروپای عصر 11. اروپا از جهت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ظلماتی را می‌ماند. جهل و تاریکی، فقر کمرشکن و ظلم و ستم حاکم اروپا بود. در حالی که ابو ریحان بیرونی برای مسلمان ها کسوف آفتاب را شرح داده می گفت که آن به سبب عبور مهتاب بین زمین و آفتاب است که در نتیجه شعاع آن را می پوشاند و این حالت به سبب حرکت بردوام زمین از 1 ساعت بیش دوام نمی کند، مردم را دعوت میکرد تا به عظمت آفریده های الله تعالی اندیشند و نماز کسوف را ادا نمایند. طرف دیگر باشد، در کوچه های اروپا هنگام کسوف مردم فریاد میزدند و میگفتند غول 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 آفتاب را خورد. برای آنکه غول از آفتاب دور شود، در غرب اروپا برای مسیح نماز میگذاشتند، در شرق اروپا باشد برای مریم بتول. در حالی که مسلمان ها 5 وقت طهارت میکردند و حمام داشتند، پاپای روم حمام کردن و معالجه بیماری ها را حرام اعلام کرده بود. می گفت که بیماری این بلای الهی است، باید به آن صبر کرد، نه معالجه کرد. معالجه این ضد تقدیر الهی برآمدن است. به سبب همین فکر بیمار در اروپا کسب طبیبی منع بود. کسی طبیبی میکرد سوزانده میشد. به سبب این فتواها وبا نیم اروپا را خورد. اروپای عصر میانه جامعه فئودالی بود، یعنی طبقه اریستوکرات ها بالای اکثریت مردم بیزمین حکومت میکرد. میتوان گفت که 1% ساکنان مملکت که عبارتند از اشراف، برون ها، گراف ها، فئودال ها صاحب تمام زمین های حاصلخیز بود. 99% باشد لقب اقنان یا اینکه کریپاسنای را داشت، یعنی که غلام. این کریپاسنای حق ترک کردن زمین را نداشت. حتی اگر زمین فروخته میشد او آنجا میماند. مثلا کریپاسنای پراوا در روسیه سال 1861 در زمان الکساندر دو بیکار کرده شد. این طبقه جز خلاصی از این وضع فکر دیگری نداشت. عمر کوتاه و حیات پرمشقت، بیماری‌های گوناگون داشتند. نکته را باید تاکید کنیم که فئودال حق داشت شب اول زن کریپاسنای را از دست گذراند. اکثر مردم در عموم اروپا خواندن و نوشتن را نمی‌دانستند. حتی پادشاه‌های آنها اکثرا از خواندن و نوشتن دور بودند. در وسط این جامعه بیسواد تعصب چقدر پهن شده بود. پیش از جنگ‌های صلیبی اروپا چند موسم قحطی را پس سر کرد. این قحطی مردم را عصبی تر می‌کرد. گفته می‌شود که زن کریپاسنای وقتی کودکش را الله می‌گفت، آرزو می‌کرد که کودک مرد و اسیر زندگی پرمشقت کریپاسنایی نشود. در اروپا طبقه ویژه‌ای بود، اون طبقه عسکران و جنگاوران. سبب ویژگیش این جنگ کردن و حمایت کردن بود. پادشاه به این طبقه زمین جدا میکرد. عرف این بود که زمین را پسر کلانی میراث میبرد. دیگر برادرانش باشد بیکار میماندند. زبان حال پسر خردی این فئودال ها و این طبقه این بود: من از زمینداری اجدادانم فقط به یک سبب محروم ماندم، آن اینکه از اکه کلانیم دیرتر تولد شدم.
این چه قانون است که همه چی را زمین، لقب و ثروت را تنها به برادر کنانی میدهد. این فئودال های خرد یا فرزندای خرد که از این اریستوکرات ها اومدن چیکار میکردن؟ زندگی خود را توسط دزدی و رهزنی پیش میبردن. این گروهک های فئودالان همیشه بین همدیگر زد و خوردها داشتند، زیرا زمینداری یگانه وسیله اقتصادی دسترس برای آنها بود. این جامعه را به وجود آورد که جنگ یک جزئی روزمره حیات آنها بود. پاپا همچون مقام عالی بارها تلاش کرد بین اینها صلح اندازد، لکن ناکام ماند. سپس پاپای روم به نتیجه رسید که این نیروی جنگی را به خارج اروپا از نام دین اکسپورت یا صادرات کند، لکن زیر پروژه‌ای که خودش آن را اداره کرده تواند. از طرف دیگر خود کلیسا با قدرت سیاسی در کشمکش بود. نیروی دینی باید اداره کند یا نیروی سیاسی؟ کلیسا میگفت که نیروی دینی از نیروی سیاسی دیده اولاتر است. نیروی سیاسی را به جسد تشبیه میداد، نیروی دینی را به روح. میگفت که روح از جسد بالاتر است. اینجا بین پاپا و امپراتورها درگیری بود. کی اروپا را رهبری میکند؟ گپی پاپا است یا گپی پادشاه؟ نمونه از تاریخ: پاپا گریگوری هفت که به لقب شیطان مقدس شناخته می شود، با گنری هفت حاکم آلمان مشکلی داشت. پاپا قهر کرده او را محروم از بهشت اعلام کرد. این معنی آن را داشت که خلق او را گوش نمی کند. کارمندان کلیسا که آنها را خود گنری چار تعیین کرده بود و به سبب آنها با پاپا علاقه‌اش ویران شده بود، مردم را دعوت میکنند تا اسیان کنند و گنری چار را نشنوند، اطاعت نکنند، که مردم هم دیگر امپراتور را گوش نمیکردگی شد. گنری مجبور شد پیاده از آلمان تا روم رود. پاپا او را 3 روز زیر برف و باران نگه داشته، سپس پذیرفت. گنری چار خار و زار دست پاپای روم را بوسیده اعلان توبه کرد. تصور کنید که کلیسا چقدر وزن داشته که امپراتور را مجبور میکنه تا در پای پاپای روم افتاده از او توبه پرسد. کلیسا برای مردم تصوری را تحمیل کرده بود که جامعه مسیحی عبارت از 3 طبقه است: یکم جنگاوران، دوم روحانیان، سوم کارگر و دهقان. روحانیان یعنی کلیسا مثل سری جسد است، فکر میکند و میبیند. جنگاوران باشند مثل سینه و بازوان جامعه هستند. کارگر و دهقان باشد مثل پا و قدم است و وظیفهش آن 2 طبقه را به دوش خود برداشتن است. عالم اسلام باشد آن زمان مثل عالم ما در پراکندگی به سر میبرد. نیم عالم اسلام را دولت عباسی سنی که مرکزش در عراق بود اداره میکرد، نیم دیگر عالم اسلامی را دولت فاطمی شیعه که در مصر بود اداره میکرد. فاطمی ها آن زمان قدس و شهرهای ساحلی شام را از دست سلجوقی ها استیلا کرده گرفته بودند. خلافت عباسی مشکلی های زیادی داشت. خلیفه نقش خود را از دست داده بود تا حتی فاطمی ها در بغداد توسط گماشتگان خود انقلاب تشکیل کردند، لکن شکر الله که ترکان سلجوقی پیش راه این کودتا را گرفتند. با همین نفوذ زیاده به دربار خلیفه پیدا کردند. سلجوقی ها ترک های از آسیای میانه بودند که به تلاش سامانی ها اسلام آوردند. بله خطا نفهمیدی، سامانی ها لشکران اسلام بودند و قبیله های ترکی را به اسلام فرا میخواندند. سلجوقی ها حسنات از حسنات آل سامانند. در دولت سلجوقی نظام آتابکی حکمران بود. آتابک یعنی که فرزندان سلطان را تربیه میکرد، سپس آتابک دارای زمین‌های میگشت، خودش حاکم آنجا میشد. وقتی سلجوقی ها ضعیف شدند، آتابک ها با آنها زوری کردند و دولتچه های مستقل در دمشق، حلب، موصل و غیره از شهرها ساختند. خلاصه هر شهری کلان امارتی مستقل شد. قدس برای اروپایی ها شرق این افسانه 1001 شب بود. ثروت، بویگری، لباس های زیبا، مروارید و یاقوت. در اول آنها از این همسایه ثروتمند حسد می‌خوردند. پس از سفرهای دینی و تجارتی به سرزمین مقدس، در ذهن آنها فکر لانه ماند که این سرزمین پیامبر ماست، ما باید این سرزمین را از خود کنیم. سپس رسانه‌های آن زمان نقش شیطان سازی از مسلمان‌ها را شروع کرد و مسلمان‌ها را به صورت وحشی تصویر می‌کرد تا هجوم به آنها را توجیه دهد. اگر در اروپای آن عصر یا در شام آن زمان، یعنی که زمان استیلای صلیبی ها، سیر و گشت می‌کردی،
аз қалъаҳои онҳо танҳо наъраҳои бидъатгузорӣ аз дин баргаштаро кушед, ин хоҳиши масеҳ аст, шаҳри масеҳро аз дасти бидъатчиҳои мусалмон озод кунед. онҳо нохунҳои мисин ва дандонҳои оҳанин доранд, онҳо дӯзахиянд. масиҳҳои католик исломро дин неву бидъат мепиндоштанд, яъне шакли вайроншудаи масиҳият мегуфтанд. албатта ин пиндори ғалат буд ки баҳси он дар ҷои дигар аст. набарди малазгирд. ин набард соли 1071 байни мусалмонҳо ва византиҳо воқеъ шуд. бо ғалабаи муслимин ба асорати императори Византия Романи 4 Диоген анҷом ёфт. сипас бо додани 1 миллион тангаи тилло аз асорат озод шуд. баъд аз ба пойтахташ расидан аз католикҳо барои саркӯб кардани мусалмонҳо мадад талабид. папаи он замон Григори ҳафт ки машҳур бо лақаби шайтони муқаддас буд, вақте хабари кӯмак пурсидани византиҳо алайҳи муслиминро шунид, хушҳол шуд, зеро фурсатро барои аз худ кардани калисои қиёмат ғанимат дид. лашкареро зери сардории папа ташкил кард ва онро пурӯжаи худо номид ва мегуфт: касе малакути осмонро мехоҳад шамъ дар мегиронад ва касе мулки заминро мехоҳад ҷанг дар мегиронад. папа Григори дербоз фикри ҷанги муқаддасро дар сар мепарварид. локин тибқи масал нархи бозор ба нархи хона дуруст намегирад. папа мурд. ҷонишини Григори ҳафт бошад яке аз хатарноктарин папаҳо ба номи Урбани ду ҳаст. императори Византа аз ӯ ҳам ёрӣ хост ва ӯ бо камоли мамнуният розӣ шуд. мутаассиб буд. эътиқод дошт ки бояд масеҳият таҳмил шавад. вонамуд мекард ки нисбати вазъи масеҳиёни шарқӣ ҳассосияти хос дорад ва номаи император баҳонаи хубе шуд. дар асл нисбати масеҳиёни шарқ ба сабаби ихтилофи мазҳабӣ ниҳоят кинаи сахт дошт. худашро сайиди масеҳиёни олам ва наҷотдиҳандаи онҳо мепиндошт. ошкоро мегуфт ки талоши озод кардани масеҳиён ва калисои шарқӣ аз дасти туркҳо яъне мусалмонҳоро дорад. мехост ба як тир ду нишон занад: ҳам қудус ва ҳам Византаро аз нуфузи калисои византӣ зери назорати калисои католикӣ дарорад. урбани ду ба Клермонти Фаронса таваҷҷӯҳ кард. то он ҷо маҷлиси калисоҳоро гузаронад, тақрибан 20 000 нафар барои дидани чеҳраи ҷонишини масеҳ ҷамъ шуданд. маҷлис 10 рӯз давом кард. дар охирон рӯз талаб карда буд то машҳуртарин ва нейромандтарин амирони фаронсавӣ ва дигар манотиқи аврупоро ҷамъ оваранд. он ҷо хутбаи машҳури худро кард ва пурӯжаи ҳуҷуми салибиро эълон кард. калисои Клермонт 18 ноябри соли 1995 буд. дар он ҷо папа ин гуфт: эй мардуми азиз, масеҳро дӯст доштем. ӯ талаб дорад то он кофиронро аз сарзамини муқаддасе ки исои масеҳ чормех шудааст биронем. бояд алайҳи ин кофирон ҷанг кард. бояд сарзамини муқаддасро боз пас гирем. инро худо аз шумо талаб дорад. инро исои масеҳ аз шумо талаб дорад. аҷоибот дар он аст ки дине ки даъвои муҳаббату сулҳу салоҳ дорад ва ибораи машҳури агар ба рухи чапат занад рухи ростатро пешкаш наморо тарғиб мекунад, зина ба зина ба фикри ҷангу яғмову қатлу таҷовуз афтод. папа номи ин ҷангро ҷанги одилона гузошт то авомро фиребад. мегуфт ки шарқ сарзамини масеҳӣ аст ки аз тарафи куффор яъне мусалмонҳоро кофир мегуфт ғайри қонунӣ истило шудааст. бояд онро бозпас гирифт. папа мегуфт: бояд фаъол бошед ва бардавом мубориза баред. барои дифоъ аз сарзаминамон ва дороиямон фаъол бошед. дороие ки аз шумост. ба ҳамин папа хунрезиро тавҷеҳ медод ва ба номи салиб мардумро ба одамкушӣ мефиристод. ҳамин ки папа хутбаро анҷом дод, аз байни ҷамъият ифротгароҳо ва фанатҳо садоҳо баланд мекарданду мегуфтанд: худо ин ҷангро мехоҳад, масеҳ ин ҷангро мехоҳад, исо ин ҷангро мехоҳад. ин ҷумла шиори ҷанги салибӣ шуд.
سپس بر لباسهای خود رسم صلیب را کشیدند. خلاصه خطبه این است: ای مردم، به ما خبر آمد که یک جنس ملعون کلیساهای ما را در شرق به آغل تبدیل داده است. البته این دروغ بود. مسیحیان را سر زده است. خونهای ریخته شده مسیحیان شما را فریاد دارد. قبر مسیح در دست بود پرستان است. باید آن را آزاد کنیم. اوربان به آنها همچون مکافات سرزمین‌های شرقی را پیشنهاد کرد، به ویژه فلسطین را که در کتاب‌های مقدسشان سرزمینی که چشمه‌های فراوان شیر و عسل دارد. علاوه به مکافات مادی، مکافات معنوی نیز وعده داد که آن عبارت از بخشیدن گناهان است، یعنی ایندولگنسیا. منخ‌ها، راهبان، کاردینال‌ها روانه جنگ شدند. برای کفالت اطاعتکاری همگان اپیسکوپ ادموند دمونت را نماینده پاپ تعیین کرد. حتی پاپ زمان و مکان خروج را معین کرد. زمان 15 اوگوست سال 1096 مکان جمع‌شوی این کنستانتینوپل بود. این جدی بودن آنها را نشان میداد. پیوتر گوشه‌نشین یا اتشلنیک پرچم صلیب را میبرداشت. مورخان لاتینی که هم عصر او بودند و او را دیدند نوشتند که انسان غژد، لاغر، پای لوچ، لباسهای پشمین داشت. مردم میپنداشتند که این زهد پیامبرانه است. علاوه بر این نطاق زبردستی بود که جامعه را زیر تاثیر خود میگذاشت. توان با احساس جامعه بازی کردن را خوب بلد بود. بین او و بین خرش خیلی ماننده عجیبی هست. مردم چنان جهل زده بودند که مویهای آن خر را کنده تبرک میجستند. پیوتر گوشه‌نشین و والتر مفلیس یا والتر گالیاک میتوان گفت یکی در نقش CNN و دیگری در نقش BBC بود. هر دو نطاقی بلیغ بودند. اروپا را از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال دور میزدند و لشکر صلیب را سرجم میکردند. انسانهای جنایتکار، رد معرکه، قرضدار و زنهای زیناکار را جمع میکردند و وعده بخشیدن گناه میدادند. 15,000 نفر عبارت از مردم سفله، پلید، اوباش و آمیخته از هر دزد و رهزن جمع شده به راه برآمدند. نه راه را میدانستند، نه مسافر میدانستند که چقدر است. لشکر مسیح به وعده سرزمین شیر و عسل و پاکشوی از گناه و لعاب‌هایشان چکیده به راه برآمد. بدون راهبر، یگان اشراف با آنها نبود. به ترتیب و تنظیم روانه می شدند. هر کجای می رفتند آنجا را غارت می کردند. یکی از جنایت‌های لشکر پیوتر و عموما دیگر لشکرهای صلیبی این هجوم به همدینان خودشان و یهودیانی که در ساحل دریای رین می زیستند بود. در راه برای از گرسنگی نجات یافتن هر چی به دستشان می افتاد از خود می کردند. می توان گفت آن برای آنها تجربه آموزی در قتل و غارت و کشتار و آن چی باید در فلسطین می کردند بود. دارایی ها را، حاصل ها را، حتی زندانی ها را با خود می بردند. هر چی به این معرکه عمویشون کمک میکرد اون را از خود میکردند. خانه ویران و ولنگار، کلیسای سوخته و ابگار شده نشانه آن بود که از این راه لشکر مسیح گذشته است. به کنستانتینوپل قلعه مسیحیت نزدیک شدند. شهری که قدیس یوحنا مژده آن را داده بود. لکن لشکر بی‌خاصیت فقیر بدون اسباب جنگی بود. الکسیس کامنوس امپراتور ویزانتا از اروپا کمک طلبیده بود، زیرا سلجوق‌ها قسم زیادی اناتولیا را از خود کرده بودند. این کمک نبود، این بلا بود. این باری گران برای امپریا بود. مردمی که با پیوتر وارد کنستانتینوپل شدند، کلیساهای زیبا مکلل با در و گوهر، جنگاوران با لباسهای مرتب و زیبا را دیده به شوک گرفتار شدند و شروع کردند به هجوم کردن به کلیساها. آنا کامنا دختر امپراتور ویزانتا گفت: در یک دست شراب، در دست دیگر شمشیر داشتند. این نبود انسانها اونقدری که پروای جنگ دارن پروای دین ندارن. امپراتور دستوری عاجل داد تا آنها را با واسطه گلوگاه بوسفور به قسم آسیایی قطعه گذرانند. سلجوقی‌ها در سر راه آماده بودند تا هجوم آنها را برگردانند. این هجوم نصارا ناکام ماند. ناکامی این معرکه عموی بهانه برای هجوم منظم شد. طمع به ثروت و زمین اشرافان به هم ضد را متحد نمود و همگی به سوی شرق روانه شدند. یکی از واقع نگاران که در این هجوم صلیبی اشتراک کرده بود میگوید: اسبهایمان از گرسنگی میمردند، پیاده میماندیم
و به جای اسب‌ها برزگاوها را و حتی بز و گوسفند و سگان را برای کشیدن متاع استفاده می‌بردیم. فرانسه و آلمان، ایتالیا و انگلیس از غرب به سوی سرزمین مقدس 150,000 لشکر را رهسپار کرد که از آنها تنها 11 تا قدس آمده رسید. بعضی فقط برای آبرو، بعضی دیگر برای زمیندار شدن. وقتی لشکری منظم به کنستانتینوپل رسید، امپراتور به آنها اجازه ورود به شهر را نداد، به استثنای سرلشکر و یک چند افسران که اجازه ورود گرفتند. کنستانتین 2 شرط گذاشت. یکم به او قسم اطاعت میخورند، دوم شهرهای سابق ویزانته را آزاد کرده به امپری ویزانته برمیگردانند. در مقابل او آنها را با راهنماها و کمک لاجستیک تامین خواهد کرد. سپس آنها وارد سرزمین آسیای صغرا یعنی ترکیه امروز شدند. اولین شده نیقیه پایتخت سلجوقی‌ها سقوط میکند. از آنجا به سوی شام حرکت میکنند. شمال تمجویی بالدوین را به سوی روها که امروز شهری اروفا در ترکیه سوق میدهد. سال 1097 بود. بالدوین یک قرار کرد به روها رود، زیرا جای استراتژیکی بود و حاکم آنجا را کشت و خود را حاکم اعلام کرد. این اولین امارت صلیبی در مشرق بود. همراهان بالدوین باشند به سوی انطاکیه حرکت کردند. 21 اکتبر سال 1097 به آنجا رسیدند. محاصره 1 سال دوام کرد. صلیبی‌ها خیلی مشقت کشیدند و یکی از مسیحیان شهر که خود را مسلمان وانمود میکرد به خیانت دست زد و دروازه را گشود. شهر را استیلا کردند و قسم خود در نزد امپراتور را فراموش کردند و شهر را به او نداده خودشان حکمرانی کردند. سپس دیگر شهرهایی که در ساحل شام قرار داشت مثل مرواریدهای از ریسمان گسیخته یکی پی دیگر پرچم تسلیم برداشتند. صلیبی‌ها وارد شام شده 4 شهرک اسکانی ساختند: امارت روها، امارت انطاکیه، امارت طرابلس و مملکت بیت المقدس که امارت‌های سابق الذکر تابع آن بودند. نوامبر سال 1098 تاریخ‌نگار گویبرت نژینسکی درباره محاصره شهر معرة النعمان می‌نویسد: شکم مسلمان‌ها را می‌دراندند، روده و معده ها را برآورده در آن سنگ‌های قیمت‌بها و طلا می‌کوفتند، زیرا مسلمان‌ها وقتی خوف اسیر افتادن میشد اشیای قیمت‌بهای خود را فرو می‌بردند. حتی پاره‌های طلا را در جاهای حساس بدن زنها می‌کوفتند. مورخ الهام می‌کند. این مورخی اروپایی است، واقعی نگار است. الهام می‌کند حتی جمع شده فریاد می‌زدند که می‌خواهند گوشت مسلمان‌ها را چشیده بینند و همچنان هم کردند. انسان‌های کلان را می‌پختند و طفلکان را سری نیزه زده کباب می‌کردند. سپس مورخ از خود می‌پرسد این کار را از گرسنگی می‌کردند یا از تعصب؟ نمی‌دانم. تاریخ نگاری که در هجوم صلیبی‌ها اشتراک کرده است مثل آلبرت آخینسکی فرانسوی واقع نگاری هجوم صلیبی یکم می‌نویسد: مردمان ما نه فقط مرده ترک و عرب را می‌خوردند بلکه سگ‌های مرده را نیز مجبور می‌خوردند. ریلف آف کان واقع نگاری دیگر می‌نویسد: لشکری ما اشخاص بالغ از دشمن را می‌پختند اما کودکان را بالای نیزه گذاشته کباب می‌کردند و می‌بلعیدند، یعنی فرو می‌دادند. 7 ایول سال 1099 به قدس رسیدند. پیروان مشتاقانه منتظر نظر خود را پیش مسیح به جا آوردن انتظاری می‌کشیدند. نظری که عبارت از سر زدن همه ساکنان شهر بود. شهر را چند روز محاصره کردند و اطراف قلعه طواف نموده مراسم‌های دینی خود را به جا می‌آوردند. شهر برای محاصره آماده نبود، زیرا فاطمی‌ها سلجوقی‌ها را رانده شهر را نو استیلا کرده بودند. سال 1099 میلادی، سال غم و اندوه، صلیبی‌ها وارد شهر قدس شدند. این شهر زیر حکم فاطمی شیعه بود. مسلمان‌ها را خیانت کرده شهر را به صلیبی‌ها واگذار کردند. صلیبی‌ها وارد شهر شده همه را چی کودک، چی زن، چی پیرانسال از دم تیغ می‌گذراندند. حتی یهود نیز و حتی برادران نصرانی ارتدوکس خود را نیز سر زدند. جز کاتولیک‌ها که 10 نفر را تشکیل می‌دادند، دیگر کسی را در قید حیات نگذاشتند، در حالی که شهر
10 هزار اهالی داشت، نزدیک به 100 هزار هم بعضی میگویند. کوچه های شهر پر از خون شد. مورخ رایموند اژیلسکی میگوید اگر راستی گپ را گویم باور نمیکنی، بگذار آنچنانی که هست باشد. اسب سواران صلیبی معبد سلیمان رفتند. خون تا زانی اسب و گاه تا لجام آن میرسید. این قتل عام به سبب نبود، بلکه آیات از کتاب تحریف شده آنها بود که میگوید به دنبال او به شهر بروید و کسانی را که بر پیشانی خود نشانه ندارند بکشید و احدی را زنده مگذارید و به کسی رحم مکنید. مردان پیر و جوان، دختران جوان، کودکان و زنان را بکشید، اما به کسانی که بر پیشانی خود علامت دارند ضرر نرسانید. اول از عبادتگاه من شروع کنید. کشتار 10 روز ادامه یافت. وحشانیت صلیبی ها را نه قلم های عربی مسلمان بلکه قلم های اروپایی ثبت کرده است. رایموند دگوله میگوید اگر کاسه خانه های سر جمع کرده میشد از دیوار شهر بلندتر میشد. اسب ها بالای جویبارهای خون راه میرفت. ریمون دگل میگوید وقت خونها تا زانی اسب رسید ما به نظر خود وفا کردیم. انگشت زنهای مرده را کنده از آن انگشتری را میگرفتند. گاه شکم آنها را چاک میکردند به گمان اینکه طلا را فرو بردند. جثه ها را بالای هم گذاشته آتش میزدند، سپس خاکستر آن را میکفتند که شاید طلا، نقره یا مجوهرات پیدا کنند. با همین خود سقوط کرد. اماکن مقدسه آلوده کرده شد. مسجد اقصی را اسبخانه کردند. کلیسای قیامت باشد مراسم های دینی را طبق مذهب کاتولیکی به راه انداختند. بعد آنکه همه اهالی را کشتند و به نظر خود وفا کردند، به لباسهای خون آلود و دستان آمیخته با خون وارد کلیسا شده گفتند خدایا شکر. اوربان از بیماری فوتید و خبر آزادشوی قدس را نشنیده مرد. اولین اروپایی که از کرده هم قومان خود شرم کرد این فیلسوف فرانسوی والتر است که در کتاب مقاله اطراف اخلاق می نویسد هجوم صلیبی کار دزدان و طمعجویان بود. سقوط شهر این مجازات الهی برای مسلمان ها برای پراکندگیشان و جنگ های داخلیشان بود.